سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه از نکتلا. اینجا کانال نکتلاست. نکتلا یک کانال روستاییه. من امروز من و بابام میخوایم خورما بچینیم داخل باغمون و میخواستم که اینو با شما به اشتراک بذارم و ببینید که ما داخل روستا چه کارهایی رو انجام میدیم. بریم برای چیدن خورما. من رفتم کمک بابام و یه دونه پنگ بابام بریده گذاشت روی شاخه، بندم بهش بسته که یه وقت به زمین محکم برخورد نکنه، چون باعث خراب شدن خرما میشه. و من اون بندو باز کردم از اون پنگ و پنگو دیگه برداشتم و کشون آوردم جلو در خونه که دیگه بعدن با هم تمیزشون کنیم. این کار رو انجام میدیم. اون چند تا پنگ دیگه هم هست، اونا رو هم باید ببریم. دیگه اینجا اون پنج یکی را که خواستیم ببریم میرفت بالا این خونه گلیه. با اون گفت از موقع بیا بالا. من از موقع رفتم بالا و از اونجا این پنگا رو میبرید و من میگرفتمشون. اینا رو دیگه بابام گفت تو برو پایین و من پنگا رو بدم دستت. منم دیگه از این ور اومدم یواش یواش و 2 تا پنگ بود، اینا رو بریده بودیم و بابام اینا رو داد دست من. اینا هم برم بذارم سر جاش که بریم برای درخت بعدی. تا وقتی من رسیدم دیدم بابام زودتر از من رفته بالا و من دوربین گذاشتم و شروع کردم برای ضبط کردن و الانم میخواد ببره اینو. اینم یک زاویه دیگه اگر دوست دارید ببینید. اینجوری پنگو روی شاخه درخت میذاریم و میکشیم و دیگه هیچ ضربه‌ای به اون پنگ یا خرماش نمیرسه. دیگه این همین یه دونه رو بیشتر از این نمیبریم، اون رو میذاریم بمونه و میریم سراغ درخت بعدی. بچه ها آلوچه پشت سر من رو میبینید، این تازه دارم درستش میکنم. اگر دوست داشتید بگید تا من حتما ویدیوشو بذارم و نظر بدید، ایده بدید من چه کارهای اینجا باغچه خونه ماست، چه کارهای اینجا من انجام بدم برای زیباییش. ممنون میشم که کمکم کنید. نظر از شما، کار از من. بچه ممنون میشم که تا اینجا ویدیو همراه من هستید. برام کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت من ویدیو گذاشتم شما با خبر بشید. بچه ما اینا رو آوردیم اینجا تکوندیم پنگا رو و من عذرخواهی میکنم که اگر نتونستم دوربین رو بذارم و موقع تکوندنشون فیلم بگیرم. و این چند تا رو اینجا گذاشتیم که همونا رو تمیز کنیم بعد بریم سراغ اینو. ما الان اونایی که نرسیدن رو جدا میکنیم، میرزیم داخل این سطله و اون خرمای خوب رو میرزیم داخل کارتون.
بچه اگه کسی میدونه اسم این خورما چیه حتما داخل کامنت ها برام بنویسه، میخونم کامنت ها رو. اینایی رو هم که الان میخوام بهتون نشون بدم همون پنگ‌ها هستن که اینا رو تکوندیم. مرسی، ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت فراموش نشه، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگ و لرم فعال کنید تا هر وقت من ویدیو گذاشتم شما دوستان با خبر بشید. و نظری، ایده، چیزی دارید داخل کامنت ها حتما برام بگید که چه کارهایی داخل روستا انجام بدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.